بلوچستان با آقای اکبرپور معاون سازمان مدیریت بحرانی کشور هم صحبت خواهیم کرد. آقای اکبرپور، من به شما سلام عرض می‌کنم. خیلی مایل هستیم که جزئیات این خبر از زبان شما بشنویم به طور خیلی کامل. من سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز و حضرت علی و همکاران تلاشگر شما. همونطوری که در خبرها داشتیم، ما متأسفانه امروز هم شاهد زلزله با شدت بسیار بالا که 7.7 ریشتر در کشور ما تقریبا در 50 سال اخیر بی سابقه بود، ولی خوشبختانه چون کشور آقای زمان هست و ایام فاطمیه بود، به عنایت این بیبی دو عالم ما امروز زلزله 7.7 ریشتر را تجربه کردیم و با کمترین خسارت تا این لحظه بر اساس اطلاعاتی که از منطقه داریم الحمدلله رب العالمین خسارت جزئی به اصطلاح از بعد انسانیش که 5 نفر تا حالا ما زخمی داشتیم، در خسارت مالی هم خسارت قابل توجهی نیست.